چند روزی هست که دماهای بسیار بالا در برخی از مناطق کشور باعث نگرانی برای کشاورزان و حتی مردم عادی شده و این سوال پیش اومده که آیا بعد از این ما دیگه بارشی نخواهیم داشت و یا اگه داریم به چه شکلی و به چه ترتیبی خواهد بود. برای پاسخ به این سوال ضرورت داره که به کمک سایت تروپیکال تیدبیتس که نقشه اون رو در روی صفحه مشاهده میکنید یه تحلیل و تفسیر از وضعیت دما و بارش انجام بدیم. خب الان که داریم نقشه رو بررسی میکنیم 18 فوریه یعنی 29 بهمن 404. خب وضعیت دمایی میبینید که چند روزی دماهای بالا رو داریم میبینیم. الان برای روز 18 فوریه دارید میبینید که دماهای بسیار بالا مخصوصا در جنوب کشور مثل خوزستان، هرمزگان، جنوب سیستان، مناطق دشت لوت، کویر سیرجان و حتی شمال کشور دمای بسیار بالا رو دارن نشون میدن. کویر دامغان و کلن به طور کلی مناطق کویری مرکزی کشور دمای بالا رو داره نشون میده. این چند روز خب نگرانی برای کشاورزان عزیزمون پیش اومده بود که آیا این رنگ‌های قرمز و دماهای بالا احتمال داره که باعث بشه که درخت‌ها حالا شکوفه بزنن یا برای کشاورزان مشکلات دیگه پیش بیاد، یا مثلا در تاریخ 20 فوریه 2026 که معادل روز 1 اسفند 404 میبینید رنگ‌های بعد از قرمز باز به سمت بنفش میره که تا دماهای 30 درجه رو در دشت لوت نشون میده و حتی در جنوب سیستان و بلوچستان هم دماهای بسیار بالایی داره دیده میشه. خب این باعث نگرانی میشه. سایر مناطق کشور هم دماشون این چند روز بالا میره. اما خبر خوب اینه که همونطوری که قبلا هم عرض کردم این موقتی و گذرا هست. میبینید که بعد از یک 7-8 روز آینده با گذر این موج گرم و امواج گرم کم کم هوا دوباره به اون حالت زمستونی خودش برمیگرده. الان این نقشه رو اگه ببینید رنگ‌های آبی که یعنی دماهای 0 درجه تا منفی 5 درجه رو حتی در مناطق آبی رنگ داره نشون میده، به وضوح مشخصه. حتی یه نقطه کوچیکی در خراسان جنوبی هست، خراسان رضوی، شمالی و استان سمنان، گلستان و به طور کلی شمال کشور، شمال غرب کشور و غرب کشور منطبق بر رشته کوه زاگرس دمای پایینی رو دارن نشون میدن و توی اون بازه از نظر دمایی مجدد هوا تقریبا میتونیم بگیم سرتاسر ایران خنک خواهد شد. الان این بازه مثلا 3 مارس دیگه هیچ رنگ قرمز یا حتی نزدیک به قرمزی دیده نمیشه. دماها همه رفتن روی حدود 0 تا 10 درجه سانتیگراد. این که از وضعیت دما بود. بنابراین این یه چرخه یک هفته‌ای گرم بود که عبور خواهد کرد و این هم نقشه بارش. نقشه بارش خیلی صحبت هست دربارش و اونم این که فعلا تا یک 48 ساعت آینده در شمال غرب کشور پهنه‌هایی انتظار داریم که بارندگی‌های خوبی اونجا شکل بگیره و محدود خواهد بود به استان‌های یه پهنه، یعنی از غرب استان کردستان و شمال غرب کرمانشاه و استان‌های نوار ساحلی شمال کشور، نوار ساحلی دریای خزر و احتمالاً هم خراسان شمالی که حالا باید بریم جلوتر ببینیم. بله احتمالاً خراسان شمالی هم بارندگی رو داشته باشه و مقدارش تا حدود شاید 6 میلیمتر و اینها حدوداً در مناطق مختلف خب متفاوته حدوداً باشه و بعدش دیگه میبینید این سامانه خارج میشه. یعنی الان این نقشه مربوط به 75 ساعت آینده یعنی 21 فوریه هست که 21 فوریه برای ما میشه 2 اسفند 404 و بعد از اون دیگه سامانه دیگه ای پشت مرزها نیست تا یه چند روزی. باز خبری از بارندگی تا چند روزی نیست. همچنان این هوای گرم خواهد بود و تا اینجایی که در استان ارومیه یه آثاری از بارندگی ظاهر میشه در
114 ساعت آینده که تقریبا میشه 23 فوریه، یعنی 4 اسفند 404 و کم کم منتظریم که این موجهای بعدی هم وارد کشور بشن و بارش‌های خوبی رو به ما بدن. بنابراین تقریبا در 162 ساعت آینده که میشه 24 فوریه که مصادف با 5 اسفند 404، تقریبا نیمه شمال غربی کشور این بارش‌ها اونجا اتفاق خواهد افتاد. استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، گیلان، کرمانشاه، همدان، قزوین، البرز، مازندران، تهران مرکزی و حالا شمال لرستان و احتمالاً هم چهارمحال بختیاری و کوهگیره بویراحمد هم بهره‌مند بشن و کم کم این موج تو از همین پهنه دیگه پایینتر نمیتونه بیاد و احتمالاً به استان‌های خراسان رضوی و شمالی و گلستان و سمنان محدود بشه این بارش ها. بعد از اون ضمن اینکه در بخش از مازندران ارتفاعات البرز هم بارش ها رو خواهند داد و استان مرکزی و قم هم به همین ترتیب و بعدش باز از شرق کشور، از شمال شرق خارج میشه و موج بعدی از غرب کشور، شمال غرب مجدد وارد میشه و این دفعه یه مقدار نفوذ پیدا میکنه به بقیه مناطق کشور. ما میبینید که تقریبا میتونیم بگیم همه پهنای کشور رو، مخصوصا مناطق مرتفع رو در بر میگیره. شرق ایران، خراسان جنوبی در 27 فوریه منتظر بارندگی باشید که میشه جمعه 8 اسفند و همچنین استانهای فارس، بوشهر، کوهگیره بویراحمد، چهارمحال بختیاری و خوزستان حالا احتمالش کمتره و استان لرستان هم به همین ترتیب. به هر حال این هم نقشه مجموع بارش ها که اگه بخوایم توی مجموع این 10 روز آینده رو با هم بررسی بکنیم، میبینید که به این شکل توی این 10-12 روز آینده تقریبا تمام ایران از نعمت بارش مجدد بهره‌مند میشه. بیشترینش هم در نوار ساحلی کشور خواهد بود و شمال شرق کشور و به همین ترتیب بعضی از مناطق هم بارش دریافت نمی کنن، مثل جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب خوزستان و پهنه‌هایی از دشت کویر که به دلیل ارتفاع کمشون بارش رو دریافت نمی کنن و جاهایی مثل نائین به همین ترتیب و شهرستان طبس و بعضی شهرهایی که شرایط بارندگی در اونها مهیا نیست، بهتره بگیم ارتفاع قابل توجهی رو ندارن، بارش ها اونجا کمتر داره دیده میشه. و توی این ویدیو فکر میکنم به اون سوال هم پاسخ داده شد که پرسیده بودید آیا بارندگی بعد از این دیگه نخواهیم داشت با توجه به این گرما. پاسخش میشه همین تصویر که میبینیم، بله بارندگی رو در ادامه خواهیم داشت و همونطور که قبلا هم توضیح دادیم این موجهای گرم موقتی هستن و این تا یه مدتی باز عبور میکنه، باز موج سرد میاد. حتی الان در این نقشه دما هم اگه شما ببینید، ما برای حدود 2 مارس، دوم مارس باز دماهای سرد اینجا رو خواستم عرض کنم. میبینید که باز عددهای -1، -2، -6 عددهای پایین رو و زیر صفر رو داریم میبینیم. بنابراین منتظر باز دماهای پایین هم هنوز هستیم و هنوز ماجرا تمام نشده. هنوز اسفند و زمستان صداش داره میاد که میگه هنوز من زندم. ممنون که تا اینجا همراه بودید. موفق و شاد و سلامت باشید.